شنبه 14 فوریه. برای نام‌های جاویدان، برای خونهای ریخته شده، برای قلب‌هایی که هنوز می‌تپه، برای آزادی، برای وطن، برای عشق، برای سرنگونی ظلم، برای پیروزی نور بر تاریکی، برای زندگی، برای سکوتی که به زودی به فریاد تبدیل می شود، برای فریادهایی که با گلوله هم خاموش نشد، برای جانهایی که رفتند تا ما بمانیم، برای مادرانی که داغ رو بوسیدند و ایستادند، برای ایرانی که دوباره خواهد خندید، برای یادهایی که در تاریخ خاک شدند و فراموش نخواهند شد، برای امید و آرزوهای نسل‌های بعدی. روز والنتاین، روز جهانی اقدام، در مونیخ، در تورنتو و در لس آنجلس و یا اگر نتونیم توی شهر خودمون در راهپیمایی شرکت می‌کنیم تا یک بار دیگه اتحادمون رو به تمام دنیا نشون بدیم. می‌بینم هم